تا حالا شده اسم مانگا یا کامیکو بشنوی ولی ندونی دقیقاً فرقشون چیه؟ یا مثلا بگی من میخوام وارد دنیای دیسی یا مارول بشم ولی از کجا؟ از کدوم شماره جلد؟ از کدوم داستان؟ یا اگه انیمه باز هستی شاید شنیده باشی که میگن مانگا خیلی خفن تر از انیمه است ولی دقیقاً ندونی چرا. آقا تو این ویدیو قراره خیلی ساده و بدون هیچ دونه شلوغ‌کاری بهتون بگم که آقا مانگا و کامیک چی هستن، فرقشون چیه، از کجا شروع کنیم، بهترین مانگاها کدوما هستن و بهترین کامیکای دیسی و مارول رو بهتون معرفی کنم. پس لطفاً تا آخر این ویدیو همراه من باش. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من یوسف هستم و اینجا یوسیکای و خیلی خوش اومدید به این ویدیو آموزشی و آموزنده. ببینید بخش اول، کامیک و مانگا اصلا چی هستن بچه‌ها؟ کامیک یک داستانیه که با تصویر و دیالوگ روایت میشه و بیشتر ریشه غربی داره، مخصوصا توی آمریکا و اروپا و معروف تریناشون دیسی کامیک و مارول کامیکن. کامیکا معمولا رنگی هستن، از چپ به راست خونده میشن، شخصیتاشون سالها و دهه‌ها ادامه دارن. برای مثال بتمن 80 ساله که داستان داره و نکته مهم اینه که توی کامیکا معمولا یک خط داستانی ثابت نداریم بلکه چندین خط داستانی داریم، به اصطلاح ران بهشون میگن که نویسنده و طراحای مختلفی دارن. و حالا مانگا چیه؟ ببینید مانگا نسخه ژاپنی کامیکه اما با فلسفه و ساختار کاملا متفاوت. حالا ویژگی‌های مانگا: سیاه و سفیده، به جای از چپ به راست خونده بشه از راست به چپ خونده میشه. معمولا یه دونه نویسنده و طراح اصلی داره مثل اودا واسه وان پیس، یا و داستان شروع پایان مشخصی داره. مانگاها معمولا پایه انیمه، لایو اکشن و فیلم‌های سینمایی ژاپنی هستن، چه فیلم‌های بزرگسالانه چه فیلم‌های معمولی. مثلا مثل اتاک آن تایتان دیگه، اولش مانگا بود بعد انیمه شد، بعد میخوان لایو اکشن بسازن و به خاک سیاه بشونیم. آقا بخش دوم، از کجا شروع کنیم؟ یه اشتباه رایجی که همه مردم دارن اینطوریه که خب بریم از شماره 1 شروع کنیم. توی کامیکا شماره 1 واقعی وجود نداره. یعنی مثلا ما اینطوری نیستیم که آقا این اولین بتمنه، این مثلا خود اصل جنسه، این اصلیه، این مثلا فیکه، این کیکه. اصلا اینجوری نیست. ولی توی مانگاها آره اینطوریه، میگیم آقا برو مانگا جلد اول و جلد آخر رو بخون. ولی تو کامیکا این راه درسته که بگیم آقا استوری آرک چیو بخونی یا ران معروفو چیو بخونی. مثلا یه داستان مشخص داره یا یه نویسنده مشخص، میدونی اصلا با بهش قشنگ آدرس بدیم که با بری از کجا شروع کنی. آقا بخش سوم، بهترین مانگاها واسه شروع چی خوبه بچه‌ها؟ ببینید مانگاهایی که دلتون رو نزنه میتونم بهتون اتاک آن تایتان رو معرفی کنم. کاری که فلسفی شوکه کننده است، مانگاش خیلی عمیق تر از انیمه است. میتونم مانگای ناروتو رو بهتون پیشنهاد کنم که بدون سانسورش بخونید، مانگای توکیو غول، مانگای دف نوت، مانگای فول متال آلکمیست، مانگای برزرکو که 100% بخونید که واقعا یکی از قوی ترین مانگاهایی که تا الان به وجود اومد. و حالا بیشتریایی که مثلا شما بیشتر انیمه فنا رو ببینید بهتون شونن معرفی میکنن، ناروتو، وان پیس، جوجوتسو کایزن، دیمن اسلیر، اینا انیمه‌هاشون به نظر من خیلی بهتر شده. یعنی چطوری بهتون بگم، یعنی شما مانگا رو بخونید یه چیه، انیمه‌شو بخونید میرید یه چی دیگه است. یعنی یارو خیلی سانسور کرده. برای همون بهتون پیشنهاد نمی‌کنم زیاد اول برید انیمه هاشون رو ببینید. خب برای همون گفتم بهتره که مثلا ناروتو نمیدونم چیزا اول برید مانگاشو بخونید که بدون سانسوره، خیلی بهتره. حالا میریم بخش چهارم، بهترین کامیک‌های دیسی. آقا اولش که سلطان بتمن پیشنهاد برای همه، بتمن ایر 1 شروع واقعی بتمن اسمشه. خب یا دومیش The Dark Knight Return، بتمن پیر تاریک و افسانه‌ای، یعنی اصلا یا The Killing Joke، جوکر در اوج جنون. شما میتونید این سری کامیکا رو بخونید و لذت ببرید. حالا میریم سراغ بعدی، سوپرمن و دیسی یونیورس. اصلا سوپرمن مثلا من چی پیشنهاد میکنم، شما میتونید آل استار سوپرمن رو بخونید، نمیدونم واچمن رو بخونید. بخون ببین چیه حاجی، مثلا چیزی نمیگم، فقط اینا رو بخون، اونو میگه آقا عجب چیزیه. بعد حالا یه تفاوتی که خیلی داره، کامیک خیلی بیشتر آدمو جذب میکنه چون رنگ داره، روح داره، یه داستان خیلی دلچسبه، میدونی. ولی مانگا چون سیاه و سفیده زیاد آدمو نمیگیره، میدونی. برای همون بهتون میگم خیلی کامیک بهتره. حالا یه ذره شما رو بیشتر با کامیک‌های پیشنهادی به قول افتادنی آشنا کنم، نکنید اسپایدرمن، التیمیت اسپایدرمن رو میتونید بخونید، اونجرز و مارول رو میخونید بخونید، چه میدونم
سیویل وار رو میتونید بخونید، تقابل قهرمان ها حالا به فارسی، نمیدونم همون اینفینیتی گانتلت، همون دستکش تانوس هست، شما میتونید به کامیکشو بخونید و اینا به نظرم چیزای خوبیه واسه شروع. و آقا یه نکته رو بهتون بگم ببینید بچه‌ها، شاید ممکنه شماها خیلی 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 زیاد مثلا بگید آقا نمیدونم The Batman Who Laughs یا چه میدونم اسپایدرمن وقتی که خدا میشه، رون تور، یا نمیدونم توبی هالک، خیلی کاراکترهای خفنی که میبینید توی تیک تاک و اینستاگرام، مثلا شما برید اونا رو بخونید و در صورتی که مثلا میرید میخونید و هیچی متوجه نمیشید، بعد میگید مثلا چرا اینجا تونی استارک پیره، چرا اینجا مثلا پیتر پارکر موهاش بلونده. خدا داش من، تو داری میپری وسط قضیه. مثلا میگم تو نمیدونید هالک چه اتفاقی واسش افتاد که الان مثلا میتونه با یه مش ابعادو مثلا جر بده، نصف کنه، میدونی؟ برای همون بهتون میگم که بهتره بیای از اول بخونی، برید جلو پیشرفت کنی، بعد حالا مثلا بریسی به همچین چیزایی. خب چون مثلا تو یهو بری ببینی مثلا هالک داره گردن تونی استارکو مثلا میشکونه، مثلا نه بهت مزه میده، اسپویل سگی میشی و خیلی اتفاقای دیگه. برای همون بهتون پیشنهاد میکنم که اگه میخواین چیزی رو بخونید یه کامنت بذار، بگو داش یوسف میخوام اینو بخونم، ببین من بهت چی میگم، من سری جوابتو میدم. خب که زندگیت به فنا نره. و آقا بچا خیلی ازتون یک دنیا متشکرم که تا آخر این ویدیو همراهمون بودید و اگه از اینجور سبک کانتنت ها خوشتون میاد حتما لایک و سابسکرایب و دکمه هایپیاتون نره. قراره یه عالمه کانتنت های خفن‌تر از دوبله، انیمه، مانگا، گیم و داستان گیما، انیمیشن، همه چی قراره داشته باشیم و این کانال به گفتنی با حمایت های شما هست. پس لطفاً یادتون نره این کارا رو انجام بدید و تا ویدیو بعدی یا حق.